به خاطر آزادی از مصر و بعد مسیح در همون عید گفت این کار رو به یادگار من انجام. جلسه رو طولانی بکنیم و بگیم گلگوزاست این کار رو شروع کنیم. پیرو عیسی مسیح، شاگرد عیسی مسیح میبایستی از ارکان. مسیح اومد انسان شد ولی در گناه انسان‌ها شریک نبود. در وجود او آب انگور یا شراب خون مسیح هست، یعنی در راه گناه دیگه به حالا دیگه نمیشه بدن. ولی خوبه که ما بدونیم خدا به ما به چه شکلی می‌خواد. با سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون سما. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی متعادل مسیحی، همراه با کشیش شهریار عزیز و خواهرمون مینای عزیز و بحث داغ خدمت خواهران یا خانم‌ها یا بانوان عزیز در سل گروپ ها و کلیسا. و دفعه قبل اگه یادتون باشه صحبت کردیم که از دید کتاب مقدس و از دید مسیحیان هر دو در برابری هستند، مرد و زن، هیچ فرقی بین اونها نیست، ولی از لحاظ فیزیکی و از لحاظ ظرفیت‌ها یکم مختلفن. برای همین برای کارهای مخصوصی اونها ساخته شدن و این بحث رو می‌خوایم ادامه بدیم. اگه یادتون باشه دفعه قبل سوال کردم من که چرا در کتاب مقدس باز تاکید شده که باید مرد رهبری رو داشته باشه و در خدمت رهبری باشه و چرا زنها اگر مردی هست در اون جایی که خدمت میکنن باید این مرد خدمت رو در دست بگیره یا اون اقتدار رهبری رو و زن زیر پوشش اون حرکت کنه و خدمت کنه در کنار او، ولی مرده که پاسخگوه. و میخوام که خواهر مینای عزیز بیشتر برامون توضیح بدن که دلیلش چیه. بله. سلام عرض میکنم عزیزان، خوشحالم که در خدمتتون هستم. موضوع جالبیه، من فکر کنم همه ما خانم ها سوال داریم و بسیاری به جواب سوالاتمون رسیدیم و همونطور که برادر عزیزمون سوال کردن در مورد اون رهبری و اقتدار مرد بر زن، اینکه همه میتونیم خدا رو خدمت بکنیم، همه میتونیم از عطایا و مسح خداوند برخوردار بشیم، چه زن چه مرد، ولی به طور خاص کلام خدا ما رو روبرو میکنه با کارهای مختلف و فعالیت‌های مختلفی که وجود داره برای زنان و برای مردان. و در مورد سوالی که شما کرده بودین، البته یه آیه هست در کتاب پیدایش. ما میدونیم که ماجرای پیدایش رو اکثرا میدونن، حتی در ادیان مختلف میدونن که ماجرای آدم و حوا در باغ عدن چی بوده. میوه ممنوعه‌ای بوده که خدا اجازه داد آدم و حوا از تمامی درختان باغ استفاده بکنن، از میوه اونا بخورن جز این درخت ممنوعه، و آدم و حوا میبایستی اطاعت میکردن. که بعد میبینیم حوا بی اطاعتی میکنه، البته مار میاد فریبش میده و اونم میبایستی خب مسئولیت روحانیش انجام میداده که نداده، حرف ما رو گوش کرده و فریب میخوره و به شوهرش هم میده و شوهرش هم میخوره. بعد گناه وارد زندگی انسان میشه چون بی اطاعتی میکنه و میبینیم که وقتی بی اطاعتی میکنه، کلام خدا در باب 3 پیدایش آیات 14 به بعد در مورد مار، زن و مرد صحبت میکنه که وقتی گناه کردن نتیجه گناه تو زندگی اینها چه خواهد بود. در مورد زن میگه، به زن میگه الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. پس این ماجرا از اون بعد به آفرینش بعد به آفرینش شروع شد. ما نمیگیم اینجا آدم گناه نکرد، آدم هم گناه کرد. آدم هم نباید به حرف زنش گوش میداد. آدم هم شاید مسئولیت روحانیشو در خانواده کوچیکش بین خودش و همسرش خوب انجام نداد که وارد این بحثا فعلا نمیشه. میخوام ببینیم کار زن در کلیسا و فعالیت زن و خدمت زن در کلیسا چی هست. بحث طولانیه، ولی به طور کل میبینیم که انسان که بی‌اطاعتی میکنه و گناه وارد زندگیش میشه، نتیجه گناهش رو متحمل میشه. ولی الان این نیست. من فکر نمیکنم این همین من میخواستم این سوالو بپرسم. نه من فقط که آیا جریمه‌ش همین آیا چون زن گناه کرد حالا باید نه این جریمه نیست، آقایون مدیریت بکنن؟ نه این اون حالت رابطه بین زن و مرده و اینکه حقیقتاً
نمیدونم صادقانه ما خانم‌ها دقت بکنیم میبینیم که واقعا اشتیاق ما به شوهرانمونه. در هر چیز وقتی با شوهرمون هستیم، من خودم به تنهایی وقتی در میرم خیابون به راحتی تاکسی میگیرم، کارامو انجام میدم، میرم بانک کارم انجام میدم، میرم پست کارم انجام میدم، ولی وقتی با شوهرم هستم بهش تکیه میکنم. یک احساس میکنم که دوست دارم، یعنی یک چیزی در وجود آدمی هست که وقتی با شوهرشه دوست داره شوهرش این قدم ها رو براش برداره، این کارها رو براش بکنه. شاید به این مسئله زیاد نخوره، ولی گاهی وقتا من به یاد این موضوع هم میافتم که واقعا اشتیاق زن به شوهرشه، نه به عنوان نتیجه گناه. ولی الان در وقتی که انسان گناه میکنه در مسیحیت میبینیم که در طی تاریخ خدا برای انسان فکر میکرده که راه نجاتی برای انسان فراهم بکنه و در مسیح عیسی این نجات فراهم میشه. یعنی الان دیگه اون چه که انسان انجام داد با یک انسان گناه وارد جهان شد، ولی توسط عیسی مسیح انسان دوم میبینیم که این عادل شمرده شدیم. با ایمان به عیسی مسیح ما الان میتونیم نجات پیدا کنیم. و وقتی دقت میکنیم در رابطه زن و مرد، مثلا کلام خدا در عهد جدید میبینیم که در مورد اطاعت زن از مرد صحبت میکنه و صحبت میکنه که مرد سر زنه. و وقتی دقت بکنیم گاهی وقتا ما اشتباه میکنیم، از عدم آگاهی نمیدونیم این سر بودن یعنی چی. وقتی دقت بکنیم کلام خدا حتی میگه که مردان باید زنان خودشون رو محبت کنن همونطور که مسیح کلیسا رو محبت کرد و جانش رو برای کلیسا داد. یعنی اینقدر زن برای مرد عزیزه و اینقدر محترمه و اینقدر مرد زنش رو دوست داره که حاضر جانش رو بده. پس این چه محبتیه که وقتی من شخصا وقتی میبینم شوهرم منو محبت میکنه دوست دارم اطاعتش کنم. وقتی دیدم عیسی مسیح منو محبت کرد، جانش رو برای من داد، الان داوطلبانه میخوام اطاعتش کنم. اصلا برای من نه تنها باره بلکه با شادی خداوندم رو اطاعت میکنم. وقتی یک رابطه محبت آمیز میان زن و مرد وجود داره، اگر اون چیزی رو به صلاح من میدونه و میگه خب این کارو بکنیم، من با جان و دل، چون محبت هست اعتماد هست، بهش اعتماد میکنم و این کارو میکنم. خیلی وقتا شده احساس میکنم نه زیاد ایده جالبی نیست، باهاش صحبت میکنم، میگم اینطوریه اونطوریه، یا کلام خدا اینجا اینو میگه. و چون اون هم کلام خدا رو میدونه و زندگی ما بر اساس کلام خدا استوار شده و پیوند ما بر اساس کلام خداست، با هم که کلام خدا رو بررسی میکنیم به یه نتیجه درست میرسیم. گاهی وقتا اون از من اطاعت میکنه چون میبینه اینجا نظر من درست‌تره یا نظر من شاید بهتر از اون، با فروتنی میپذیره. ما ایرانی‌ها معمولاً مردا اطاعت میکنن. این مال محبتیه که مرد به زن داره. برادر عزیزی شوخی میکرد ولی یه حقیقتی هم هست. میگفت درسته که مرد سر زنه ولی زن گردنه و سر مرد هر طرف بخواد برمیگردونه. البته این همه از لحاظ فیزیکی بله، ولی در مسیحیت اینطور ولی نیست. واقعا یک خانواده‌ای که رابطه روحانی درست دارن و روی اصول کتاب مقدس زندگیشون رو بنا کردن، ما میبینیم که این روابط، اون رابطی که خدا میخواد وقتی برقرار میشه، نه اون سر بودن نشانه اربابی و خداوندیه، نه این اطاعت من نشانه ذلت و خواری و بردگیه. یک رابطه عمیق پر از محبت و احترامه. اون اطاعت من احترامیه که من به اون محبتی که شوهرم به من میکنه میذاره، احترام منه، احترام میذارم به محبتش. حالا یه مطلب پیش میاد چون تمام صحبت شما الان در مورد زن و شوهره، ما در مورد کلیسا داریم صحبت میخوام سر بودن مرد و بعد بگیم که چرا مرد سر زنه و حتی در رهبری هم میتونه ادامه میدید. نه ادامه بده منم میام. من فکر کنم این احتیاج به یک درک الهی داره. دقیقاً. شما هر چی در مورد این بحث کنیم، هر چی توضیح بدیم، نکاتی هست توش که میتونی بهش بگی چرا اینطوری، چرا اونطوری، چرا اینطوری. این یک چیزی که خدا تو ما گذاشته، مثل فطرته. ببینید در فطرت ما پرستش هست، در فطرت ما اطاعت هست، در فطرت ما چیزایی خدا قرار داده که ما اونها رو دنبال میکنیم. وقتی خدا زن رو مرد رو آفرید، در فطرت مرد چیزی رو قرار داده که اسمش هست پذیرش. مرد دوست داره در احترام بشه. میدونی یکی از نیازهای مرد، فکر میکنم که مردی رو تو میخوای بالا ببری، یکم احترامش کن، ببین هر چی میخوای میتونی به دست بیاری تو زندگیت. و زن هم همینطور، تو فطرتش یک چیز اطاعت هست. دوست داره اطاعت کنه، برای همین زن ازدواج میکنه.
میدونید دوست داره یکی کنارش باشه که با همدیگه تصمیم بگیرن و اون یه فطرت، یه چیزیه که ما نمیتونیم توضیحات زیاد میشه داد، ولی فکر کنم باید یه درک بشه، یه چیزیه که باید بچشیم اون رو. دقیقاً. اتفاقاً جملتون جالبه، چون خدا زن رو، کلام خدا میگه زن رو معاون مرد آفرید. بله. در اون شخصیت زن این معاون دوست داره، لذت میبره اطاعت از سر رو، یا کسی که برای دارای اقتدار هست تو زندگیش، یا اون رهبری، یا حالا همسر یا خداوند، حالا هر چه هست. از خیلی از زن‌ها میشنوم مثلا اینو میگن که من دنبال یه مردی میکردم مرد باشه. دقیقاً. دقیقاً. نمیتونه از خودش تصمیم بگیره این مرد. خیلی از دخترها هستن وقتی میخوان ازدواج کنن میگن من دنبال یه مرد میگردم مرد باشه. یعنی چی؟ یعنی که بگه این کارو بکنیم و انجام بده. میدونی؟ و این نشون میده یه چیزی تو ذات هست. حالا اینو میخوایم بکشونیمش برسونیمش به اون بحث خودمون که برادر شهریار باز برگردوندش اونجا، که حالا با این وضعیت فیزیکی که زن داره، با این اشتیاقی که زن داره و با این آفرینش خدا که خدا از دنده بغل مرد زن رو آفرید، حالا در خدمت کلیسایی چجور باید خدمت کنن؟ آیا یک زن میتونه چی میگن اون رئیس، یا اون رئیس کلمه جالبی نیست که ما یاد دادیم، رهبر یا خدمت تصمیم گیرنده باشه، اینطوری بگیم مثلا تصمیم گیرنده توی حرکت های کلیسا و سل گروپ باشه، یا یک مرد اگه در کنار اونجا هست و اون قادریت و قابلیت تصمیم گیری داره اون باید باشه. بعضی جاها هست که زن مردم هست ولی مردهایی که هستن قابلیت تصمیم گیری و رهبری رو ندارن. ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که جایی که یک خواهری در یک سل گروپی هست و در همون سل گروپ یک نفر مرد هست که اون قابلیت هایی که خونیم یک رهبر میتونه داشته باشه داره، بنابراین اون میتونه کنه. ولی اگه کسی هست که نداره، مثلا توی سل گروپ همه نوع ایمان هستن، این ما داریم الان تو که افرادی که در ایران به ایمان آوردن، یک خواهر بیش از 27 نفر رو داره رهبری میکنه و تو این 27 نفر حتما مرد هست 100%. ولی مردایی که هستن همه جوان هستن در ایمان، منظورمه بعضیاشون سنشون خیلی بالاست ولی در ایمان و برای همین اون قابلیت رو هنوز ندارن رهبری کنن. شاید تو این مسیر برادر شهریار بتونه ادامه بده. بله، من سلام میدم از طرف خودم به عزیزان و ادامه میدم صحبتمون رو. من فقط میخوام یک چیزی رو باز، یه پرانتز کوچولو باز بکنیم. این به این معنی نیست که فقط مردان مدیریت میکنن و فقط زنان که دستور میگیرن و اطاعت میکنن. این یک کلیته. هستن زنایی که مدیریت خیلی قوی تری هم دارن و هستن آقایونی که اصلا مدیریت بلد نیستن. ولی ما نمیتونیم روی استثناءات تعلیمی بنا بکنیم و استثناء رو تعلیم بدیم و بگیم که این هست و اینجوریه چون یه نمونه مثلا ما دیدیم یا 10 تا نمونه دیدیم. ما کل مطلب رو بیان میکنیم و روی اصول تعلیم رو میسازیم، نه روی استثناءات. ولی استثناءات رو هم در نظر باید بگیریم چون هستن. خانواده، اون چیزی که در کتاب پیدایش میبینیم به عنوان زن و مرد، یک الگوی کلیه. چون آدم فقط یک شوهر نبود، یک مرد بود و حوا همسرش بود و نماینده همه زنهای دیگه است. ما این دوتا رو به عنوان اولین مرد و اولین زن و با همدیگه به عنوان اولین خانواده میشناسیم و اون چیزی که در رابطه اینها هست یک چیز کلیه که در وجود مرد و زن قرار داده. خدا فقط حوا رو به عنوان زن آدم نیافرید، حوا رو به عنوان یک زن آفرید و وقتی که میگه این معاونشه، نه فقط در زندگی زناشویی زن معاون مرده، بلکه کلاً شخصیت زن. اینجا شما میبینین اکثر سکرترها زنن. تو هر محیطی که ما کار میکنیم، در دفاتر همیشه رهبری، مدیریت، باز بگم نه همیشه، اکثراً با یه مرده. همین الان با عزیز صحبت میکردیم، میگفت بله تو خونه های ما زنان که آشپزی میکنن ولی آشپز حرفه‌ای تو رستورانا همشون مردن. قوی ترین افرادی که قیچی دست میگیرن و آرایش میکنن مردن. مردها هستن که خیلی جلوتر میتونن برن، طبیعتاً بچه دار نمیشن، مسئولیت مادری ندارن. ما میبینیم خدا حتی در فیزیک زنها یک مسئولیت دیگه قرار داده. طبیعتاً زن خانواده تشکیل میده، شوهر میکنه، بچه دار میشه و کلی از مسئولیتاش میره در جهت بچه ها، تربیت بچه ها، رسیدگی به بچه ها، گرم نگه داشتن کانون خانه، تمیز نگه داشتن از هر لحاظ، روحانی، فکری، جسمانی، مادی، که
سرش یا شوهرش یا اون مرد بتونه خوب خدمت کنه. در نتیجه وجود زنان در خدمت کلیسایی واجبه، به عنوان معاون، به عنوان اینکه کمک بکنن، به عنوان مثلا ما توی هیئت رهبری خودمون یه خواهر داریم که عرض کردم شیخ کلیساست، موعظه میکنه تو کلیسا، فوق‌العاده برا و قاطع عمل میکنه، ولی ایشون تنها نیست. ما 8 نفریم در هیئت رهبران، ایشون 1 نفره. 7 نفر دیگه دور ایشون هستن. تصمیم نهایی با ایشون نیست، ایشون هم نظرش رو میده و خب سکرتر هم ایشونه، تایپار ایشون میکنه، بعد ایشون شب ایمیل میفرسته که گزارش این بوده، ما هفته گذشته راجع به این چیزا حرف زدیم، خیلی تلفن‌ها رو ایشون جواب میده. پس واقعا اون چیزی که در باغ عدن میبینیم فقط منظور زن و شوهر توی خونه نیست، بلکه یک الگوی کلی برای زن و مرد. ارزش برابر از دید خدا، کاملا مساوی، در فیض، در روح القدس، در عطایا مساوی، ولی با مسئولیت‌ها و توانایی‌های مختلف. اگه تمام اینا رو بخوایم جابجا بکنیم، واقعا دیگه نه اون مرد مرده، نه اون زن زنه، نه اون جامعه میتونه درست پیش بره یا کلیسا درست پیش بره. حالا از کجا میاد؟ چرا در خیلی از کلیساها و خیلی از فرقه ها میگن زنا ساکت، حرف نزنید، صداتون در نیاد؟ شماها اصلا برای این ساخته نشدین. چرا؟ چون 2 تا آیه هست تو کلام خدا. ولی ما چطور این آیات رو تفسیر میکنیم و چطور فقط یه ذره بین گذاشتیم رو این آیه؟ چرا یه صفحه اونورتر نمیزنیم ببینیم همون پولس رسول تو همون رساله که یه جا گفته خانوما حرف نزنن، جای دیگه گفته حرف میزنن؟ پس این دوتا رو وقتی میذاریم کنار هم، به اون زندگی متعادل میرسیم و به اون برداشت نرمال و زیبایی که میتونیم از کلام خدا داشته باشیم. خواهش میکنم عزیزان منم در منازل باز بکنن رساله پولس رسول به قرنتیان باب 14. عموما دعوا اینجا شروع شده و مشکلات سر این 2 کلمه جناب آقای پولس رسول هست که اینجا در این رساله چیزی نوشته از آیه 34 به بعد. میخوام شما بخونید. اول قرنتیان بود یا اول قرنتیان باب 14 از آیه 34. مینا جان شما میخونید لطفاً. بله باشه. و زنان شما در کلیساها خاموش باشند، زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست، بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز میگوید. اما اگر میخواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است. بله. مشکل خیلی عمده اینجاست سر تفسیر این کلام. چرا؟ چون میگن کلام خدا سیاه رو سفید قشنگ نوشته که زنان نباید حرف بزنن، زن حرف زدنش قبیحه، زنها باید ساکت بمونن. در نتیجه هر خدمتی تو کلیسا، خدمت تعلیم، خدمت موعظه است، رسالت، بشارت، کشیشی، هر چی که هست، آقا اینا حرف زدن هست یا نه؟ پس خانم‌ها باید ساکت باشن. ولی اون عزیزی که این حرفو به من میزنه، من بهش میگم تو 3 صفحه بزن اون طرفتر، 2 صفحه کافیه ظاهرا. در اول قرنتیان باب 11 همین پولس رسول در باب 11 راجع به شایستگی در پرستش، اونجایی که میگه زن باید عزتی بر سرش باشه در موقع دعا و نبوت. حالا اون عزت یا روسریه یا هرچی هست هیچ بحثی من روی اون نمی کنم، ولی میگه در موقع دعا و نبوت زن باید یک عزتی روی سرش باشه به جهت فرشتگان. من از شما سوال میکنم آیا نبوت و دعا کردن سخن گفتن هست یا نیست؟ بله مسلماً. پس اگر ما تحت لفظی و کلمه به کلمه text out of context، یعنی کلمات رو واقعا بکشیم بیرون از اون متنی که توش هست و خودمون بخوایم تفسیرش کنیم، تحت لفظی تفسیر بکنیم، به بیراهه میریم. ما ببینیم همین نویسنده، همین پولس رسول به همین کلیسا 2 صفحه قبل نوشته زنان شما که صحبت میکنن تو کلیسا، نبوت میکنن و دعا میکنن، عزتی روی سرشون باشه. و اینجا در باب 14 میگه حرف نزنن. بعد آیه پایینتر میگه اما اگر میخواهند چیزی بیاموزند، در خانه ها از شوهران خود بپرسند، چون زنان را حرف زدن در کلیسا قبیح است. کاملا مشخصه که منظورش اینه که اینها سوال دارن. زنانی بودن در این کلیسا
یا کلا زنان در کلیسا ممکنه هی سوال بکنن، هی میپرسن چی گفت، چی شد، منظورش چی بود این واعظ که داره میگه مثلا این نان بدن خداونده، منظورش چیه؟ یعنی گوشت تن عیسی رو بخوریم؟ چی میگه این، منظورش چیه؟ هی پچ میکردن و هی سوال میکردن و نظم اونجا رو میریختن به هم. اینجا که میگه حرف نزنه، نه به این معنی که سکوت مطلق. نقش زن در کلیسا یعنی اینکه سکوت مطلق. این علامتایی بود تو بیمارستان ما میدیدیم، یه زنی بود با یه کلاه سفید یه اینجوری کرده و من بچه بودم، مادرم به من نشون داد حرف نزن، این خانمو نگاه کن اینجا به تو میگه ساکت تو بیمارستان. این نیست در کلیسا، ما از این علامت‌ها نداریم تو کلیسا برای خواهرانمون به هیچ عنوان. میتونن نبوت بکنن، میتونن صحبت بکنن، میتونن دعا بکنن. اینجا در این نکته میگه اگه سوالی دارید از شوهرانتون بپرسید، جلسه رو به هم نزنید. دقیقاً همون چیزیه که در 2 آیه قبلتر میگه همه چیز به شایستگی و التزام باشه. این 2 آیه بدتر، این که براتون خوندم از آیه 34 و 35 بود، در آیه 40 میگه لیکن همه چیز به شایستگی و انتظام باشد. اگه شروع کنیم به پچ کردن، اگه شروع کنیم به حرف زدن و دائم سوال کردن، نظم جلسات ما به هم میخوره. پس ما نمیتونیم به زنان در کلیسا بگیم خانم ساکت. چرا؟ چون کلام خدا اینو گفته و آیه هم باز کنیم بهش نشون بدیم. ما نصف حقیقت رو داریم میگیم و کلام خدا رو به خوبی تفسیر نمی کنیم و با عدم آگاهی و با عدم در نظر گرفتن قسمت‌های دیگه کلام خدا داریم این کارو میکنیم. پس زنان ما میتونن صحبت کنن. این به این معنی نیست. من وقت دارم ادامه بدم برادر فرشید؟ بله. وقت دارم ادامه بدم. خب اگه رساله به غلاطیان رو هم باز بکنیم، غلاطیان باب 3 ببینیم چی به ما میگه اینجا. رساله به غلاطیان باب 3 رساله آزادی هست واقعا. از آیه 26 تا 28 مینا جان میخونید برای ما لطفاً. باب 3 بله، از آیه 26 تا 28. نه. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی، و نه غلام و نه آزاد، و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آیین نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. بله. پولس رسول به این کلیسا می نویسه همه شما یکی هستید. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. و اینجا باز افرادی میگن نگاه کن، اینجا میگن پسران خدا و یه عده دیگه من در آینده هممون مرد میشیم. واقعا اگه بخوایم اینجور نگاه بکنیم و کلمه به کلمه برداشت بکنیم به بیراهه میریم. از یک افراط میفتیم تو تفریط دیگه. همه وقتی میگه همگی شما، منظورش همه آقایون نیست. و چون من از خودم در نمیارم، دقیقاً پایین‌تر میگه هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. باز برمیگرده توضیح میده که بابا منظورم میگم همه، هم غلام، هم آزاد، هم زن، هم مرد، هم یهود، هم امتها، همه وقتی به عیسی مسیح ایمان میارن در مسیح یک هستن. پس دید خدا به کلیسا فقط به آقایون نیست، فقط به اونایی که شلوار میپوشن نیست، به اونایی هم که دامن میپوشن هست، به همشون هست. همه رو دوست داره عیسی مسیح. فیض خدا برای همه است. آیه دیگری هست در کتاب اعمال رسولان، میخوام باز بکنیم از آیه 2. اعمال باب 2، این پیشگویی یوئیل نبی هست که پتروس بلند میشه در عید پنتیکاست و میگه. مینا جان لطفاً از آیه 16 16 17 18 رو شما بخونید. بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. خیلی ممنون. تا همینجا تا 18.
پس میگه پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و روح خودم را بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت. خدا وقتی روحش رو داده فقط به آقایون نداده، به خانومام داده. و من میخوام عزیزانم که این برنامه رو میبینن خوب توجه بکنن. اگر برادر هستید نگاه میکنید یا خواهر عزیز من هستید، بدونید که از دید خدا ارزش شما با هم برابره. روح خدا به یک اندازه به همه شما داده شده و هیچ فرقی نیست. خدا فرقی نذاشته بین خواهران و برادران، فقط مسئولیت ها و توانایی هاست که با هم دیگه فرق داره، که اونا رو هم باز یک اشاره کوچیکی بهش خواهیم کرد. فکر میکنم باید اونو بذاریم در جلسه آینده. بله چشم، که ادامه بدیم. خیلی ممنونم از این بحث عالی و این دفعه هم به خیر گذشت و در جلسه آینده این رو ادامه میدیم و ببینیم حالا چجوری خواهرها خدمت میکنن در کلیسا. من فکر میکنم میتونیم در جلسه آینده اشاره کنیم به خادمین بزرگ کلیسا، خواهرانی که خادم بودن، در خدمتشون عالی بودن و الان هم در حال حاضر خدمت عالی دارن. بینندگان عزیز، خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید و در جلسه آینده این بحث رو ادامه میدیم. با ما باشید، با ما تماس بگیرید. منتظر پیشنهادات، سوالات شما هستیم. فیض خداوند با شما باشه تا جلسه آینده. خیلی ممنون برادر شهریار. برمینای عزیز، فیض خداوند با شما. خدا نگهدارتون.